میگن پسرها بدن. خواهرم، پسرها لختک ندارن، درد دل کردن و حرف زدن نمیتوانند. نگاه کن، وقتی عصبی میشوند فقط میتوانند اسباب بازی هایشون رو یک طرف پرتویند. پسرها حتی اشک هم نمیریزند. آخر میترسند که مرد بودنشون زیر سؤال برود. میشنوی؟ از صدای گریه هایشون هم بی صدا است. با یک آغوش میشود دل هر مرد را ساده به دست آورد. نگاهش کن، وقتی خسته است، وقتی بیمار است، ولی دلسوزی برایش نیست. پدرت وقتی مادرت نیست ببین که چقدر پیر. همه میگن پسرها بدن.